عکاسی کار میکردم. ایشون اومده بودن اونجا به حساب عکسشون رو ظاهر کنن. نه من ایشون اونجا تازه به حساب شناختم. مهدی محمودی. آقای محمودی هم که شما تلفن اینا رو گرفت و بعد گفتش که شما فردا مثلا بیا من باهات کار دارم. من وقتی رفتم حوزه نه فکر کنم دم همین راهن دو میدان امام حسین ایشون منو سوار کردن. ما رفتیم بیابونای جعفرآبادی همچین حالتی هم یا همچین جایی مثلا این حالت اینجوری داشت که ایشون یه خورده صحبت کردن و گفتن در این مورد که من میخوام به شما کمک کنم و منم جلو نشستم و ایشونم عمامه‌شون که اصلا تو ماشین میشنن کلا برمی‌دارن خوششون نمیاد اصلا از این لباس. مثلا میخوام حالا کاری که معمولی میشد انجام بده انجام شد چون که آتش فشان شهوت بود. بعد حالا کارهای معمولی که تو ماشین مثلا میشد به اون صورت نمیشد انجام بدید انجام شد و ما به حساب دیدیم که داره دیر میشه گفتیم برگردیم و همین در خیابان مسجد جامع منو پیاده کردن. این دوزا هستن یه نفر پیاده میکنن یواشکی اینطوری منو پیاده کرد و حالا خودت برگرد و ما برگشتیم. یه هفتگی شد ما گفتش که به من زنگ بزن. منم نمیتونستم مثلا باش تماس بگیرم. زنگ بهش نزدم. یه هفتگی زنگ زدم خب چطوری بود خوب بود اینا. گفتش که حالا میخوای یه قرار دیگه بذاریم. گفتم سر جلیل بود. من وقتی که پیاده شدم دیدم که ایشون عباشون هم که در برده بودن با همون قبا که مثلا لذت رو همون تپه نشسته بود. مجنون واقعی رو واقعا من اونجا دیگه داشتم می‌دیدم. به خودش تو بحثمون میگفتش که عشق بازی کار هر شیاد نیست. یه خلاصه میگه اصلا حالت روحی که من فکر کردم نداشت. فکر کردم اونی که من دنبالش میگشتم. و خلاصه میگم اومدیم ما توی همین بین سراح نرسیده به سراح پیشوا یه جا که حالا نمیدونم گاوداریه یه حالتی داره که درخت نام هست بذاریم تو جاده خاکی و دیگه دست منو گرفت و خلاصه حالا یادم نمیاد دیگه چی شد. دیگه رفتیم و گفتش که حالا بریم خونمون. من اصلا کردم که خونهشون که بریم یعنی منظورم که حالا خانم بچه‌مون نیستم بریم خونه. من رفتم و گفتم که خب باشه بریم. وقتی رفتیم دیدیم که طبقه دوم که خونه خالی هست و حالا درم باز نمیشد. کلیدش دستش بود که درشون حالا زور باز بالای حوزه. بله همین دربی که نوشته حوزه علمی امام صادق علیه. عباشون هم پهن کردن چیزی که نبود تو هم خونه که هیچ وهم نبود. هیچ مثلا فرشی مثلا نداشت. خالی فقط مثلا از آبش مثلا میشد استفاده کنید. به فاصله نکشید که میگم من اصلا یه دختر چشم گوش بسته که اصلا نه عکس سکسی دیده بودم نه فیلمی دیده بودم. از همین چیزا ما فاصله گرفته بودیم. من از فوراً نفهمیدم که چطوری خوابون رو لباس شروع کرده مثلا الله کاری که خودشون میدونه انجام. من تعجب کردم می‌خواستم چیکار کنه نه به عنوان شهوت. بعد حالا حسابی کار کردن آخر رو لباس این چه شلواری تو پوشیدی شلواری مثلا من پوشیده بودم این چه شلواری تو پوشیدی حالتم درد گرفت. حالا نظر دارم میگم به حالت ناراحت میگوشه شما بعد برگردی. گفتم من شما اومدی منو بردی بعد منو برگردونی. گفتش که گفتم اصلا پول ندارم برگردم. گفتش که نه خب پولم بهت میدم. گفتم که نه پول نمیخوام. گفت پس چی میخوای؟ این چیز میخوای؟ پول نمیخوای نظر میخوای به پول با یه ده اولش اضافه کنید اینجوری میخوای مثلا اون روز که ما می‌خواستیم بریم تو اون خونه دستا گوش که من میرم شما پشت من بیا. حالا این یکی از شلوار کردی کوتاه هم مثلا پوشیده بود جوراباش مثلا مچ پاش قشنگ پیدا بود. این دوزا مثلا داشت تون یه چیزی هم ورزش شد که مثلا ببریم مثلا حالا با اونجا بندازه و اینا یه چیزی اینجوری بود. حالا عباش یه عبای کهنه مثلا با خودش آورده بود غیر از اون عبایی که داشت. اینو زده بود زیر بغلشون مثل لاتا هستن این زیر بغلشون میزنن میرن اینطوری داشت میرفت و من در نیمه باز میذارم بعد در بسته شده بود حتی در قفل شده بود باز نمیشد که ایشون به حساب در رو مثلا به حساب باز کردن و به زور رفتم پیچ‌گوشتی آوردن با پیچ‌گوشتی باز کردن. اصلا هم بیرون که ما وایساده بودیم ما نمیتونست خودش نگه داره. همونطوری من چادرم سرم بود اینم لباسش سرش بود منو بغل کرده داشت خودش مثلا به من ازت میکشید و اینقدر میگم مثلا دیگه حالتی مثلا میگم من یادم ضعیف یه جوری شاید 80-90 کیلو هم بیشتر بود. وقتی رو من قرار گرفتم مثلا موقعی که داشتم اونجا خفه میشدم یا اصلا حالتش اینقدر سفت بود که اصلا
من اصلا مونده بودم که حالا این داره چطوری این کار انجام میده. من اصلا خودم تمام بدنم درد گرفته بود. وقتی برگشتم مثلا حالت مثلا دخترانه مثلا انگار نداشتم، حالتم عوض شده بود، مثل مثل آدمایی که از یک چیز ترسیده باشن، یه حالت وحشتناکی مثلا دارن اونطوری که من اصلا فکر نمی‌کردم. من حداقل فکر می‌کردم مثلا ایشون میخواد مثلا یه مدیر حوزه علمی هست، من خیلی به مثلا مسائل حوزوی علاقه دارم، این چون یه کمکی میتونه من کنه، یه مدیرشه دیگه خوبه، از اینجا مثلا من میتونم ازشون استفاده کنم، مثلا میتونم بیام تو حوزه. یه همچین فکرایی میکردم. یه بار اولم به حد معمولی مثلا یه سری کاری انجام داد که مثلا من رو پا هرجوری تو مثلا نشسته بود پشت فرمون، همطوری من رو پاش خوابیدم و شروع کرد منو مثلا اسکان و اینا، یه همچین حالته. بعد حالا مثلا دست به قسمت‌های بدنم میذاشت و اینا. تو جریانی که ما هنوز دادگاهمون به تهران نکشیده بود، ایشون خب خیلی ها رو کار میکردن که منو راضی کنن. یه روز یکی دو تا خانمو که باشون حالا رابطه داشتن که شوهر داشتن نداشتن، یکیشون شوهر داشت یکی نداشت، خواهر ایشون مثلا به حساب بودن. گفت خواهرام هم بعدن یکیشون اومد بیرون گفت که این که ما که خواهر ایشون نیستیم، که من جاری این خانومم، اینم مثلا با ایشون آشنا هستش. اون خانم تهران مثلا بود. بعد با اونا اومدیم به حساب صحبت کنیم با ایشون. بعد اومدیم که با هم صحبت کنیم که ایشون مثلا منو راضی کنه اینا. همون تو ماشین گفتش که اصلا فقط شبکه اینترنت میدونه که یه همچین مسائلی به وجود اومده. اصلا چه مسئله مهمی بوده که مگه دوست پسر دوست دختره چیکار میکنن؟ همین کارا رو انجام میدن دیگه. مگه دوست پسر دوست دختره چیکار میکنن؟ همین کارا رو انجام میدن دیگه. کاری که با من انجام داده آقای خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، آقا خودشون اصلا دستور دادن که همه دخترها و پسرها میتونن با هم ازدواج موقت بکنن. اسمش هم گذاشتن ازدواج موقت. البته ازدواج موقت هم اگه باشه برای پسر و دخترها هست، نه سوء استفاده بکنن، هر کی بیاد هر کی یه زن داره 40 تا سیغه همینجوری، اونم از دخترها گلچین میکنه، اونم بهترین دخترها. من تو همون جریان که با خود ایشون مثلا دعوایی نداشتیم متوجه شدم که حالا مثلا با یکی دو تا خانم بودن. من توی جریان دادگاه بهشون گفتم آقا قاضی ایشون لیاقت این لباسی که تنشه نداره. واقعا میفهمیدم، به من نزدیک شد و آدم وقتی یکی رو حس میکنه دیگه واقعا میفهمه دیگه آدم چه کار است. مثل یه دوز میمونه، مثل آدمی که خب آدمی که همش، یعنی من فکر میکنم ایشون از سر زنایی که شوهر دارن باشن نمیگذاره، یه همچین حالتی داشت. 200,000 تومان ایشونو به حساب 200,000 تومان به من دادن. نمیدونم حالا چقدر ایشونو محکوم کردن که اینو به من دادن، که من اصلا باور نمیکردم حتی جریمه هم بخوام بکنن اینقدر مبلغش کم باشه. و من میگم بعد از اونم دیگه ما هیچ کار دیگه نتونیم. پدرم مریض شد که دیگه ما رفتیم به حساب دیگه کارهای پدرم بکنیم. اصلا دیگه من واقعا بعد از اون مشکل برام پیش اومد. دادگاه هم که ما رفتیم، دادگاه اصلا میگم دادگاه اگر یعنی این پرونده واقعا گم شده الان، مثل پرونده‌های دیگه، پرونده‌ای که دیگه که اصلا دیگه نیست، شاید اینم گم شده باشه. اصلا شاید ایشون رو اینجوری محکوم کردن که مثلا 200 تومان بده که این پرونده رو به حساب مختوم اعلام کنن، جزء پرونده‌های راکت بره. مجالسی که برای خانم‌ها بوده همه مثلا مدعی می‌کردن، ولی الان دیگه تو هیچ مجلسی دیگه نمیتونم برم. میگم من آبرومو به خاطر این کار دادم. من الان میگم کسی شده مثل که واقعا شهید شدم. یعنی دعایی که میکنم غیر ممکنه مستجاب نشه.